السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. أسأل الله لنا ولكم العافية. الهی، چه لحظه هایی که در زندگی تو را گم کردم و تو همیشه همراهم بودی. چه دقیقه ها که حضورت را فراموش کردم اما تو فراموشم نکردی. چه ساعت هایی که غرق در شادی و غرور تو را که پشت همه موفقیت هایم بودی از یاد بردم اما تو همیشه به یادم بودی. وقتی خسته از همه جا و همه کس ناامیدانه میگشتم تو پناهم دادی. وقتی از آدمهای دور و بر دلم گرفت و دنیا غمهایش را به من ارزانی کرد تو به قلبم آرامش دادی. الله متعال، تو با حضورت به خنده هایم هدف دادی، به گریه هایم دلیل، به زندگیم امید. مرا ببخش رحمك یا رب، مرا ببخش اگر برخلاف خواست تو می روم، اگر علاقه‌ام به گناهی است که تو را می آزارد. مرا ببخش اگر گناهانم را دوست می دارم، اگر در عبادتم کوتاهی کرده ام، اگر آنگونه که باید تو را در نیافتم، اگر آغوشی که برایم گشوده ای بی توجه از کنار آن گذشته ام. مرا ببخش که فقط تو بخشنده ای. اگر فراموش کرده ام نام تو را، خدایا مرا ببخش اگر این گونه